شهر دوشنبه در باغ احمدی دانش که حاضر من در اینجا حضور دارم قبلا آموزشگاه طبی بود. امروز یکی از باغ‌های خوشمنظره مرکز شهر گل و گلزار به بهشت شباهت دارد. این گل‌های بینید مردم در سیر و گشت همه خدمت‌های پرزیدنت برای سالمی و درازعمری مردم تاجیکی وقتشای در جاهای بیکاره نگذرانده از انسان از درخت انرژی میگیرد، از آب، از هوا. من در همین باغ هم استراحت میکنید، هم فراغت میکنید، هم طبابت میگیرید. من فقط خواهشم این که مردم شهر دوشنبه همینجا قطعه‌های ماندگی افلاس پاره‌های قطعی آپارتید. چرکنی تازگی شهر اما شما وابسته است. ما مردم پایتخت باید همه وقت تازگی رعایت کنیم، چون که اینجا اکن از مملکت‌های خارج زیاد آدم‌ها میبیان. وقتی که اینجا دیدن که خیلی تازه شروع آبروی ملت ما در جهان باز مشهورتر میشوند. سلامت باشید.